دوملو حکمت‌الله توجیک‌آبادی روحانی شناخته توجیک روز 13 اپریل در 80 سالگی درگذشت. یکی از نزدیکانش به رادیو زوده گفت او چند وقتی آخر بیمار بود. دوملو حکمت‌الله توجیک‌آبادی تعلیم ابتدایی دینی را در زمان شوروی سابق و در نزد مولا نعمت‌الله، دوملو جورابک غرمی، دوملو نظری، دوملو خوجه کلوبی و دوملو شیرالی اندیجانی گرفته سپس در مکتب مولوی هندوستانی تحصیل کرده است. او همواره از حکومت کنونی در تاجیکستان پشتیبانی کرده 7 سال پیش از مردم خواسته بود در آخر هر نماز در حق رئیس جمهوری دعا کند. وی در یک صحبتش در مرکز اسلامی تاجیکستان در سال 2014 اطاعت از سروران بخصوص اطاعت به پادشاه را واجب دانست. امر اطاعت نمودن به پادشاه در چندین احادیث ذکر گردیده است. اینچنین در عقیده اهل مذهب حنفی اطاعت نمودن به پادشاه امر واجب می باشد گفته بود او. هرچند ایده دیگر از روحانیون با چنین اندیشه مخالفت دارند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان نیز در چند سفرش به وادی رشت با روحانی شناخته ملاقات کرده است. به تصویر صحبت آنها در بایگانی‌ها محفوظ است. هیچی از هر کس دست دروزی میکنه. باز تکرارم که شما میگم همین شخص میجویه و دختر از ادنا کلاس که روش سیاه های نه صاحب علم شما و نه صاحب زنی صالحه. بریم سعی کنیم وقتی چیزی را میگیم اندیشه قطع بگیم. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. بهونه کردن هم نمیتونیم. یک از در اینترنت گفته است تو برای مرد همین قدر دروغ کافی است که هر چیزی را که شنیده است به تحقیق بگه. این هم دروغگو حساب میخوره وقتی تحقیق نکرد. اولا اظهار تسلیت میکنیم به فرزندای مرحوم. خداوند رحمت مغفرتشون کنه و در بحبوحه جنت مستقرشون بگردونه. تقواشون، خدا ترسیشون، محبت خدا و پیغمبر در فرزنده و نبیروهاشون هم عملی بگردونه. واقعا زندگی همی است. خدای تعالی یک عمری را برامون میته، یک مهلت برامون اختیار میکنه. به خاطر آنکه بهانه جویی نکنیم تمام شرایط امکانات برامون فراهم میاره. چشم و گوش و حواس نازنین خوب و همین نعمت ها را برامون عنایت میفرماید و در عوض از ما همین یک تقاضا و طلب داره. خدا را فراموش نکنید، شریعت را گم نکنید، برای قیامت تو یک حاصلی ببرید. الدنیا مزرعة الاخره او الدنیا جسر الاخره. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که این دنیا یک زمین کشت آخرت است، یا دنیای کپر که هست که آمادگی میگیری و او برای بعد حیات جاویدانی و حیات اخروی سفر کردن و حرکت کردن. ولی خشا به حال کسی که وقتی که زندگی میکنه به قدر نعمتهای پروردگار میرسه و پاس میداره که وقتی که سفر آخرت اختیار کرد در جوار رحمت الله ذوالجلال قرار بگیره. زیرا ما مسئول هستیم برای نمی تمام اعضای بدن. ما مسئولیت داریم در پیش خدا جواب میگیم. این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. بیشک سمع، شنوایی، بصر، بینایی، این قلب نازنینه که در هر یک دقیقه 70 بار فشرده میشوه. نمی تصور کنید نمی دست 70 بار هم فشار بده در یک دقیقه مانده میشوه. شب و روز سال 12 ماه همه فشرده میشوه. برای همه این میگه صاحبش مسئوله. از همه همی در پیش پروردگار ما و شما پسیده میشویم. شنیدم که پیر پسر را به خشم
ملامت همه کرد که ای شوخ چشم تو رو تیشه دادم که هیزم شکن، نگفتم که دیواری مسجد بکن. خدا رحمت کنه شیخ سعدی را. میگه یک مسافر فرزندش نصیحت کرده است، همین سیاست کرده که خدا جان تماس کنه که من ترا تیشه خریدم دادم که هیزم بشکنی برای زمستان آمادگی بگیری، نگفتم که تیشه را بگیری برای دیواری مسجد بزنی چپه کنی. و حضرت نصیحت میکنه زبان آمد از بحر شکر و سپاس، به غیبت نگرداندش حق شناس. همین زبان خدای تعالی به خاطر شکر و سپاس ما را داده است که یاد خدا کنیم، ذکر خدا کنیم، طاعت و عبادات کنیم، به همدیگر سخنای خوب و نیک بگیم. بهترین عبادت بعد فرایض الله داخل کردن خشنودی و سرور در قلب یک بنده مؤمن است. گذرگاه قرآن و پند است گوش، با بهتان و باطل شنیدن مکوش. این گوش های نازنین خدای تعالی با او خاطر داده است که پند شنو باشند، نصیحت شنو باشند، صدای تلاوت قرآن با او گوش کنی. برای شنیدن بهتان و غیبت باطل نیست. ده چشم از پی سمع باری نکوست، زی عیب برادر فروگی را دوست. خدای تعالی چشمای نازنین داده است ما که سمع الله تماشا کنیم و شکرانه الله به جا بیاره، نه اینکه فقط همه عیب جویی کنیم و عیبی برادر بکویم و عیب جویی کنیم. کل اولایی که کان عنه مسئولا، از تمام همه اشیا فردا روز قیامت ما و شما پرسیده میشویم. اینا ببینید همین آدمیزاد خاصیتش همین است که همین یه لحظه اگر همین شکمبه کسیر شید بخوای نخوای یک کس خطی معاشرت میکنید، به معاشرت نمیشود. اگر به معاشرت میشید خداوند جفت خلق نمیکرد تمام مخلوقات. ما امکان نداریم. همین در ترما میگن همه جای وزنی ترین اما ادیناش کم میره، اکثرش توب نمیورن، دیوانه میشون، کریشش رو میره و دیگه. اگر معاشرت که نباشه او ایستا آدم های پا میزنه. اما همون معاشرت باید طرزی کنیم که یک فایده و منفعت دنیوی و اخروی داشته باشه، گپی بیهوده نباشه، لاف و گزافگویی نباشه. در جامع سند امام ترمذی بر روایت از مادر مؤمنان ام حبیبه رضی الله تعالی عنها آمده است که میگه حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیحت فرمودند کل کلام ابن آدم علیه لاله، هر سخنی که فرزند آدم میگه به مقابل خودش میگه، بر ضد خودش میگه، او با فایده و منفعتش نیست. ولی اون فیلم های خارجی را ببینه، وقتی یک کسی که پلیس میکپه میگه هر سخنی که بگوی به مقابل استفاده برده میشود. همین هر سخنی میگیم با مقابل مونه، با فایده و منفعت مونه است. الا امر بمعروف او نهی عن منکر او ذکر الله تعالی. مگر سه چیز: امری به معروف، نهی از منکر، یاد ذکر پروردگار کردن. اینا فقط ثواب میارن به صاحبش، به مقابل صاحبش نیست. ولی بالله عقل در این محفلای خیر در جای خوب کشیدیم، سعی تلاش کنیم که یک چند سخن هم که باشه از خدا و پیغمبر بگیم، پند نصیحتی بزرگوار رو یک بار دیگر تاکید کنیم. همین فرزند پدردار کسی را میگن که تعلیم و تربیت را از خودی شنیده است، در ذهنش مانده است. او یکی نشنیده باشه او را به پدر میگن. دیده یک کسی هم سفید به احترامی کرد میگن پدر نداشته است، به پدر ای، یعنی به تربیه ای. سعی کنیم شنیدگی اون را ببریم در خونه به فرزندان برسونیم. بسیار مهم است کار برادرای عزیز. واقعا ولی همین گجوی نگاه میکنیم، همین غیبت، غرغر، سیاست هم بگیم غیبت میکنیم، تجارت هم بگیم غیبت میکنیم، حتی اگر هم یکون قصر هم بکنیم غیبت میکنیم، همسایه را غیبت میکنیم، رفیق غیبت میکنیم، برادر را غیبت میکنیم، خویش پیوندو را غیبت میکنیم، بیگانه را غیبت میکنیم. در ذهن موحد خونه میگذاره که غیبت گناه کبیره های. غیبت گناه کبیره های. کسی غیبت میکنه در جان خودش جور کرده است. سبحان الله. ولی همین در ماشین قصه خدا رحمتش کنه شیخ دوملا عبدالرحیم اشتی رفت علیه رحمه.
این مرد خدا واقعا همی تقواش مثل یک آفتاب درخشان بود. انشالله بعدی وفات شب انمو نوری همو تقوا باقی موندگی است. در تاریخ خیلی آدم‌ها بسیار کم میگذرند. شاید اکثر تو میشناسینش. کسایی که نمیشناسه آگاه هسته که همین روزای نزدیک خدا رحمت مغفرتش کنه در روسیه وفات کردن، آوردن در همینجا گوراندن شد. یک قصه عجیب از داملای مرحوم شنیدیم، باور کنه بسیار بسیار الحال هم گفتنشم به مورد است و برامون یک پند نصیحت هم میشود. حضرت قصه کردن که در ایرپورت دوبای ایستاده بودم، دو جوان نزدم اومدن، جوانای توجیه گفتن شیخ ما طالب علم کمک ممکن اگر امکان علاج داشته باشیم. من میگم گفتم بچه من خیلی امکان علاج ندارم، شرایط ندارم، اما یک جایی میبرم تو که انشالله کمک تو میکنم. یک شیخ بد میگه همو این حضرت در همو پانگازی اشت بسیار یک مسجد یک مدرسه زیبا ساختگی است. کسایی دیدین میدونن که به نهایت زیبا با تمام شکوه و شهامتش. میگه گرفتم طالب علم را همراه هم نزد شیخ رفتیم. خوب قبول میکرد، مهمان نوازی کرد. بعدا میگه به خاطر همون ادامه کاری مسجد به من $10,000 داد. میگه او دو طالب علم $500 هدیه کرد. سال آیندهش همون دو طالب علم چون خریستن خونه همون شیخ رفتیم خیلی او عزت چو کرده است، برآورده $500 شون داد است. گفتن شیخ برای چی تو یک فریبگری ماشینی که $10,000 میتی و ما طالب علم ما را $500 میتی؟ گفت است خیلی نگن آخه او شیخ مسجد ساخته است، برای خودش نه برای مسجد گرفته است. دروغ میگن. گفت است تاجیکای ما عادت شو همیه نعوذ بالله. ببینه خودشو ناکس نامرد با یک خلق یک ملت دیگر اینا میخواد سعی میکنن که داغ بگذارن. دیگه میگه او شیخ هم در استراب غلطیده است که ما بودو همین حقیقتا همین ماشینیکا بسیارن که حیله و نیرنگ بزرگ. تلفن کرد میگه گفت که میام تماشا میام. خیلی میگه یک کس هم تصدیق کردیم از همین دوشنبه گرفتنش آوردنش. یه سالای پیشتر های سالای شاید تا 2010 باشد آوردنش. میگه مردم استقبال گرفتن. وقتی چهرهای کشاده مردم دید، نه مسجد دید مدرسه را دید، بسیار ذوقش کرد. گفت شیخ بخواهم یک طهارت تازه کنم. بعد میگه گفتیم مرحمت این مسجدای بسیار زیبا و مقصد طهارت خانه های زمانوی کردگیم. نگو میخوام در خانه طهارت کنم. خیلی میگه بردمش خونه را یک به تعجب تماشا کرد. خانه هاش مثل همون خانه های همون صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعد میگه یک دستابه را دادمش، یک افتابه را برای طهارت کردن آب دست من نشانش دادم. واقعا میگه که ها همونجا برای مقصد که استنجای آبی کن، ما مستحباب رو همونجا بکنیم. باید تعجب میگه گفت که شما حموم نداری؟ حجت خونه نداری؟ مقصد برای نمیگه. گفتم صحابه پیغمبر نداشتن، ما همی تقلید به صحابه هم میکنم. عجیب میگه مستریب شد، یک هیجان اومد. میگه نماز خوانده برآورد. میگه $10,000 در دستم داد که التماسی را در یگان جا صرف نکرد، به خاطر یا حمام یا طهارت خانه کرد. شیخ اینا ببینه مرد خدا طالب علم گرفته است، پیش یا شیخ برده است که به خاطر خدا کم کم دستگیری کنه. در عوض نیکی با میریم با بدگویی میکنیم، غیبت میکنیم، سخنهای قبیح میگیم. بسیار فعلی بد است. فردا روز قیامت به خدا قسم جواب میگه. انسان برای هر یک گپی میگفتگیش در پیش پروردگار جواب میگه. سعی کنیم که وقتی سخن میگیم مسئول باشیم، بدونیم که این سخنها یا به فایده و منفعت مونه یا به زیان و ضرر مون. بسیار شخصیتی بزرگ بودن، آخی آدمی بزرگ بودن که خیلی فرزندای خوب و صالح تربیت کردن. فرزندای مؤمن و مسلمان و نمازخوان و طالب علم تربیت کردن. انشالله وقتی که شخص از دنیا گذشته بعدی سری خودش صدقه جاریه، علم نافع یا فرزند صالح باقی گذاشت، نامش در صفحه زنده ها است. مرده از زنده چی فرق داره؟ مرده عمل کرده میتونه، در صورتی که زنده عمل کرده میتونه. در صورتی که مرده علاقه
عملش منقطع شده است. اما وقتی که فرزند صالح باشد در حقش دعای خیر کنه، در هر نماز در قعده آخر در حق والدین دعا کنه اللهم اغفر لی و لوالدی، آخه اجر و پاداش او عملا را در طبقهای نور میبرند، نزد پدر و مادر نزد گذشته هاش تقدیم میکنن، وقتش خوش میشه و روحش بالیده میشه و در حقش دعای خیر میکنن. پروردگار بزرگ با شنیده عمل کردن برامون نصیب روزی بده. پدری ایشونی قدردین خداوند رحمت و مغفرت کنه و در بحبوحه جنت مستقر بداریم. خداوند با ما زنده هارم غیرت بده، شهامت بده که در طلب علم باشیم، جویای علم باشیم. متاسفانه از علم آموزیده ما را اقلکی ما بسیار است. یعنی مشاهده میکنم از علم آموزیده اقلکی ما بسیار است. دین یک کس زنگ زده است میگه دومرو شما گفته دسته که همه خضر علیه السلام به یک روایت گویا که دجال کشته است. این خیلی ای اوه پیش پیغمبر مردگی پیغمبر گفته است که اگر به شرط خضر زنده میشید داره زیارت میکرد. و گفتم همه گپ تایی جو فهمیدی که پیغمبر گفته است که اگر خضر زنده میشید داره زیارت میکرد. اوه علما میگن که دگجو میگن اینا اینترنت میگن آخه نشگلی چوا. ای بدبختو شما توهین نکنه، شما دروغ به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبنده، پگه در پیش خدا جواب میگه. در کجا گفته است پیغمبر که لو کان حیا لزارنی نعوذ بالله؟ آخه این حدیث موضوع ای اگر وقتی به پیغمبر نسبتش میتن. بعض انسان ها هم میگه گفتن که اگر زنده میشید پیغمبر از زیارت میکرد، نه که همونا را ما پیش خود گفتگی ها. اگر چند حدیثی صحیح نداریم، اما ابن اساکر به 3-4 طریق روایت کرده است. امام بیهقی در دلایل النبوت به چند طریق روایت کرده است حدیثی را که از انس ابن مالک باره میگه حضرت صلی الله علیه و سلم همراهمون در مسجد بود، منتظر فرض بامداد بودیم. از یک گوشه مسجد صدا یک دعای به گوشمان رسید. شخص با آب دیده دعا میکرد اللهم اعنی علی ما ینجینی مما خوفتنی. پروردگار را از تو کمک میخواهم با چیزی که سبب نجات ما میشود از آتش جهنمی که تو ما را خوف میتی از و میگه حضرت انس بن مالک میگه من گفت که کبرا نزدش بگو که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه در حقم دعا کنه، طلب استغفار میجوی. حضرت میگه تعجب کردم اومدم گفتم که رسول الله صلی الله علیه و سلم من فرستاد که در حقش دعا کنی، طلب استغفار کنی. گفت برگرد به حضرت صلی الله علیه و سلم بگو که ان الله فضله علی سایر الانبیاء کما فضل رمضان علی سایر شهور. خداوند فضیلت داده است محمد صلی الله علیه و سلم نسبت دیگر پیغمبران، همچنانه که فضیلت داده است ماه شریف رمضان نسبت دیگر ماها. مقصد فضیلت مرتبه تا همه بالاتر است. اگر چند حدیثی ضعیف است با چندین طریق روایت شده است، اما همون جاهلایی که دعوا میکنن که اوه اگر زنده میشید حضرت از زیارت میکرد، چی دلیل داشته باشند؟ حضرت وقتی درباره دجال گپ میزد چنان گپ میزد که صحابه میگن ما گمان میکرده که ای پشتی همین درختای نخل ما را تماشا دارند. اگر حضرت یقین نمیداشت که انا مقصد همون دجال بدبخت هسته چی نمیکرد؟ انا ابن سیاد یهودی را گمان دجال نمیکرد. خود ما تاسفانه این یکی چیزا نمیفهمیم، بلق میکنیم فلانی ایتا میگه همین دغل هم شوه هر کس نامعقولی خود کنه. چی از هر کس دست دروزی میکنه. باز تکرارم که شوه میگم بریم سعی کنیم وقتی چیزی را میگیم اندیشه قطعی بگیم. کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. بهونه کردن هم نمیتونیم. خیلی کس در اینترنت گفته است که برای مرد همین قدر دروغ کافی است که هر چیزی را که شنیده است به تحقیق بگه. اینا دروغگوی حساب میخوره وقتی تحقیق نکرد. پروردگار بزرگ رحمت و مغفرت که مرحوم خداوند در بحبوحه جنت مستقرش بگردونه. پروردگار
اعمال خیری فرزندا را به درگاه بنیازت قبول فرما. در نامه اعمال شو ثبت گردان و جزای آخرت شو ساخت. خداوندا امید به رحمت شفقتی تو داریم. مسلمان زیستن، مسلمان مردن، فردا روز قیامت در حلقه محبانت، در حلقه محبان حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم محشور گشتن برامون نصیب بکنی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظیم. مرده را گر تو بینی مردنت را یاد کن، دل زی دنیا برکن و عقبای خود آباد کن. با مردن هیچ کس شاد مشو، زیرا که تو هم با وقت خود مرده شوی. باورم نیست پدر رفته و خاموش شدی. باورم نیست پدر رفته و خاموش شدی. ترک ما کرده و به خاک هم آغوش شدی. خانه را اگر نور بود ز رخسار تو بود. ای چراغ نور تو از چه چیز خاموش شدی؟ تو روز می روی در خاک مگر بنده خبر داری؟ تو روز می روی در خاک مگر بنده خبر داری؟ مشو مغرور خاک هم آغوش شدی. خانه را اگر نور بود ز رخسار تو بود. ای چراغ نور تو از چه چیز خاموش شدی؟ تو روز می روی در خاک مگر بنده خبر داری؟ تو روز می روی در خاک مگر بنده خبر داری؟ مشو مغرور آن عمری که دو روزه بسر داری. برفتن شاه و درویشان از این دنیا بس گریان. برفتن شاه و درویشان از این دنیا
بس گریان مخن بسیار بهوده، تو هم روز گذر داری. مخن بسیار بهوده، تو هم روز گذر داری. شب فرصت غنیمت دان، بکش در طاعت خالق، که فردا روز محشر در بیابان شور و شر داری. مباش امین که سیم و زر تو را نفع میکند در خاک، چی سود از سیم و زر دوست، کفن در خاک پسر داری. شب عمرت به غفلت رفت، شب دیگر خدا داند. شب عمرت به غفلت رفت، شب دیگر خدا داند. کی میخزی نمیخزی، چی اومدی سحر داری. چی میخزی نمیخزی، چی اومدی سحر داری. انیس کو یار و دوستانت، همه در خانه خاک. انیس کو یار و دوستانت، همه در خانه خاک. تو هم روز از آن خانه به آن خانه سفر داری. تو هم روز از آن خانه به آن خانه سفر داری. تو روز میروی در خاک، مگر بنده خبر داری. مشو مغرور آن عمره که دو روزه بسر داری. خدا کند که ریزایم فقط ریزای تو باشد، هوای نفس نباشد، هوای تو باشد. یا رب زیدری تو آنچه منی گدا میخواهم، افزون ز هزار پادشاه میخواهم. هر کسی دری تو یا رب، هر کسی دری تو حاجت میخواهد. من آمدم از تو را میخواهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شافعا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.
پروردگار ثواب آیات تلاوت شده کلام بزرگت‌ها، ثواب این نعت‌های پرسوز و گدازی را که ایشان قاری امرالدین الحال زمزمه کرد، ثواب این نان و طعام‌ها را که صاحبای این منزل و خاطر خشنودی و رضای تو آماده کرده اند، اولا به درگاه بی‌نیازت بپذیر، بعدا برسان به ارواح جمیع پیغمبران، خاصتا به روح رسول الله صلی الله علیه و سلم. پروردگار روح آن حضرت را از مسلمانان، از امتانی که سعی میکنند تمام محفل نشستاشون سنتی باشد شاد و مسرور گردان و از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم مرحوم و شرکت کنندگان این محفل خیر برخوردار و مناسب گردان. بعدا برسان بر روح جمیع مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، خاصتا بر روح مرحوم ابای خدای نظر علیه رحمت، خدای رحمت مغفرتش کن، پروردگار را در بحبوحه جنت مستقرش گردان، خداوند فرزنده و نبیرهاش از جمیع بلا و آفات حفظ کن، فرزنده صالح کامل محب خدا و پیغمبر به وایه برسون، خداوند در منزل فرزنداش فیض برکات خیش را نثار فرما، پروردگار عاقبت امور منا به خیر انجام ده که در هر حالت وضعیت باشیم مرگ فراموش نکنیم، به یاد مرگ باشیم، زیرا این مرگ آمدنی است، در هر کدام ما را میکوبد. انشالله شخصی که مرگ فراموش نمیکند خدا را فراموش نمیکند، البته که به کلوار نمیرود، به توشه نمیرود. پروردگار عاقبت امور مسلمانان را به خیر انجام ده. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک. همون صحبت گفت که بعد حضرت انس میگن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومدم خبر را رسوندم، حضرت میگه به اصحاب مراجعت کرد، گفت که میدونین که این کی بود؟ گفتن نه، گفت این خضر علیه السلام در مسجد نبوی. این روایتی که در سنن امام بیهقی را در دلایل نبوتش آورده است، ابن عساکر در تاریخ دمشق. این دیگه همه گبزن شده است و هر کس حجت یاب شده است و دلیل یاب